سلام، من جوزف یا یوسف هستم، از فرانسه آمدم و الان در تاجیکستان برای گردش هستم و من این کشور را خیلی دوست دارم. مردم خیلی مهربان هستند و مهمان پرستی موجود است. و امروز مثلا در باغ گیاه بودم و کل تنوع گیاهات در تاجیکستان اکتشاف کردم و پرندگان و حیوانات و من دوچرخه سوار کردم و این مکان خیلی مناسب برای دوچرخه است و آب و جو همینطور مناسب برای ورزش یا برای اکتشاف است. چیزی دیگه به نظر من در آینده تاجیکستان کشور مهم برای توریسم، برای گردشگری در جهان خواهد باشد و به نظر من توریسم خیلی مهم برای اقتصاد، برای ازدهار اقتصادی است و در تاجیکستان همه چیز قشنگ و زیبا هستند و عصبیت تاجیکستان برای خارجیان قوی هست به نظر من. و من فقط آرزو میکنم که در آینده تاجیکستان و منطقه پامیر زیادتر و زیادتر بشود و آرزو میکنم که در آینده من برگردم و تا که مکان دیگه، جاهای دیگه اکتشاف کنم. فقط یک کمی مثلا درباره موضوع راه ها زشتی آن که به آنان که به آنها که به آنانی که به زحمتی نکشید به راحتی نرسید. بعد از راه زشت خوراک و باغ خوراک و طبیعت پامیر انتظار میکنند. من این مهمانخانه خیلی دوست دارم. این مهمانخانه مثل آثارخانه، مثل موزه است. میتونیم چیزهای تاریخی و اهمیت چیزهای تاریخی ببینیم و من اینجا را خیلی دوست دارم. من اولین بار تقریبا 10 سال قبل در دوشنبه بودم و من الان در این سال میبینم چجوری شهر دوشنبه تغییر شد، بهتر و بهتر شد و کیفیت باغ‌ها، حتی کیفیت ماشین ها، همه چیز بهتر شد و باور میکنم که آینده شهر دوشنبه خیلی عالی باشه.
Che چیز دار؟